های خدا، های خدا، خسته شدم. هر روز باشو از این شد ویدیو بگیر که بلو پارت بعدی هم ویدیو داشته باشی. بذار ببینم. بچه شما این چطورین؟ خوبین؟ هلو بچه چطورید؟ هلو گایز بچه چطور؟ مثل من کرکتر نه لازه چیز انتخاب کنم بچه من پارت 2 رو دارم بعد پارت 1 میگیرم و همین و بریم و میخوام چیزایی که درست کردم و بگم بهتون که چی اضافه شده. اول این خونمه، نگاه کوچولوه، کل خونه من نگاه میای خب اینجا اینو میزنم و اینجا خونه منه. میتونم خیلی سامه ولی آره امروز قرار بریم که هم برای خودم لباس بشنیم، هم بریم که چیز کنم، هم کلنگ سنگی داشته باشم. خب اول هدف اولمون میریم کلنگ سنگی. درسته بچه من پارت قبلی نه دیدیم که فتوشاپ خب گزینه سیوش رو پیدا نمیکردم و برای همین و بریم برای کلنگ سنگی. بد نداره، شبا همونجا میخواد دراز میکشیم. ببین 6 تا ما الان سنگ میخواییم اینجا 6 مثلا دوست اینقدر پول کنم موقع رو میبینم که بزرگترین یوتیوبر ایران شدم. واقعا آرزومه دوران که اصلا نمیدونستم یوتیوب چیه، باشم بزرگترین آپاراتورش برش بنظرم یوتیوب چیه. الان میخوام بزرگترین یوتیوبر باشم. من راستی چوب چیز بچه چوب چیزی ندارم بچه، چوب شوخ گذاری ندارم، باید برم بذارم.
دره این برای راه هست که بپری بمیری. 5 دقیقه همین اول ویدیو شد، هیچ کاری اینجا نکردیم. البته ویدیو قبلی 10 دقیقه شد، اینم 10 دقیقه میشه دیگه حتما. خب ببینیم یه دونه تبر، یه دونه کلنگ، بعد چوبشو بذارم این رو صفحه قدرم زیاد کنم، زیاد بشه. این چوبشو بذارم. خب بریم حالا چون جورت نمیکنم بزنمش. قضا بچه اینم برای پارتش رو بگیریم و بریم برای پارت بعدی. و خونه رو بذاریم بهتر کنم. هر پارت به خونه رو یه لول میبریم بالاتر. فعلا انقدر میبریم بالا. بهترش کردم، یه سرم پشت تندر کردم. من بذاریم بریم تو برای آخر ویدیو. من بذاریم با بچه خدافظ کنم. 7 دقیقه شد، زیاد طولانی نشد. 10 دقیقه ویدیو قبلی بود و آره کلم گیر کرد از کلم. آره بذاریم من از جلو بادم خدافظ کنم. کلم گیر کرده. خدافظ با همین یه ذره این بر خدافظ کنم. بای بای. بزنم در قیمت خدافظیم براتون بزنم. بای بای.